ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت و اظهار نظر فعال رسانه‌ای اهل سنت جناب آقای ابراهیم احراری. ضمن عرض سلام جناب آقای احراری، تاریخ مبارزات اهل سنت رو دوست داریم از شما بشنویم، فعالیت هایی که اهل سنت در داخل ایران و خارج از ایران دارن، اگر مختصر در این باره اشاره بفرمایید ممنون خواهم شد. بفرمایید آقای احراری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب استاد هاشمی عزیز و همه عزیزان شرکت کننده از شورای ملی اهل سنت ایران شمسا در این برنامه و چه اون عزیزانی که در این یک سال گذشته همراهی کردن با شورای ملی اهل سنت ایران که همین شمسا باشه که حالا یا الان در برنامه الان جا نبود برای اینکه بتونیم در خدمتشون باشیم و یا اینکه حالا به عللی فعلا همراه نیستن، اما جای تبریک داره واقعا این شورا که برگرفته از جامعه مظلوم اهل سنت ایرانی که تا به حال نتونسته حق حقوق خودش رو حتی بیان کنه، چه اینکه بتونه اون رو مطالبه کنه یا بخواد. ولی استاد هاشمی اشاره به این کردید که تاریخچه مطالبات یا میشه گفت انجمن‌ها یا احزاب سیاسی اهل سنت در ایران چه بوده. ما یه سری احزاب قومی ملی داشتیم که خب اینها منحصر به مناطق خودشون بودن، اما برای اولین بار علامه احمد مفتیزاده رحمت الله علیه در اسفند ماه 1359 بعد از اینکه متوجه شد قانون اساسی که در این رژیم ولایت فقیه تنظیم شده قانونی تبعیض‌آمیز و مانند حکومت قبل از انقلاب که پادشاه حامی مذهب شیعه بود و شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته میشد و این قانون اساسی هم به همین صورت بود، مذهب رسمی کشور شیعه و ولی فقیه به عنوان رهبر اصلی این جریان و رئیس جمهور هم از جمع شیعیان وابسته به ولایت فقیه و به همین صورت و اهل سنت رو در اقلیتی قرار دادن که عملاً هیچ جایگاهی در ایران نداشت، برخلاف تمام وعده‌هایی که خمینی به علامه احمد مفتیزاده داده بود، مولانا عبدالعزیز ملازاده داده بود، به سایر رهبران اهل سنت حتی قاسملو و دیگران داده بود. اینها برخلاف عمل کردند. مفتیزاده که متوجه چنین مسئله‌ای شد فراخوانی اعلام کرد، بسیاری از رهبران اهل سنت ایران را از سراسر کشور، از خراسان، بلوچستان، استان گلستان، گیلان، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی تهران دعوت کرد و عملاً اولین جلسه شورای مرکزی شمس که معروف به شورای اهل سنت ایران شناخته میشد در 12 و 13 فروردین اولین کنگرهش برگزار شد با رهبران مذهبی ایران که گفتیم پیشنهاد اساسی اون رو علامه احمد مفتیزاده داده بود و شخصیت‌های برجسته‌ای مثل مولانا عبدالعزیز ملازاده، مثل مولانا مطهری در خاف، مثل مولانا سعید فاضلی در تایباد، مثل مولانا عبدالعزیز اللهیاری در بیرجن، مولانا ابراهیم دامنی در ایرانشهر، مولانا عبدالملک ملازاده فرزند مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالحمید اسماعیلی‌زئی که امروز رهبر فعلی جامعه اهل سنت ایران حساب میشه، کاک حسن امینی، کاک فاروق فرساد، کاک ناصر سبحانی و بسیاری دیگه از شخصیت‌های برجسته جامعه اهل سنت ایران مثل ملا عبدالله محمدی این کنفرانس شکل گرفت. بعد از شکل‌گیری اولین کنگره شورای مرکزی شمس بلافاصله با این برخورد شدید خمینی مواجه شد و اونها رو متهم کرد به اینکه اینها وابسته به کنفرانس طائف هستند و هدفی جز اختلاف ندارن، که یکی از نمایندگان مجلس بعد از چند ماه اشاره به این کرد که این حق اهل سنت هست و اینها وابسته به جایی نیستن. عملاً کنگره دوم شورای شمس در مرداد ماه برگزار شد. در طی این مدت ملا صالح محمدی به شهادت رسید، ترور شده بود. یکی از رهبران اهل سنتی که در این ملا صالح خسروی ببخشید شهید شد و ترور شد توسط جمهوری اسلامی. اما در کرمانشاه در مرداد ماه دومین کنگره شورای مرکزی شمس برگزار شد، اما متاسفانه در این کنگره دیگه افراد زیادی نبودند. شخصیت‌های شناخته شده علامه احمد مفتیزاده بود، کاک ناصر سبحانی بودند، مولانا عبدالملک ملازاده و
حسن امینی و تعداد دیگر از اعضا و شاگردان مفتیزاده که بلافاصله یکی 2 هفته بعد از این جریان منجر به زندان شدن کاک احمد مفتیزاده شد که بیش از 10 سال زندان شد و بعد هم با اون وضعیت از زندان خارج شد و در بر روی برانکارد به شهادت رسید. کاک ناصر سبحانی نیز یکی از رهبران اصلی این شورای مرکزی شمس سنت یا شمس نیز دستگیر شده و به طرز وحشیانه‌ای شکنجه و اعدام شد. مولانا عبدالملک ملازاده نیز به همین صورت مورد ترور قرار گرفت در هجرت در پاکستان و شخصیت‌هایی مثل مولوی عبدالعزیز اللهیاری، مولوی دامنی و بسیاری دیگه به زندان فرستاده شدند، مثل کاک حسن امینی، کاک فاروق فرساد هم به شهادت رسید. یعنی عملاً بر اساس اون چه که در واقعیت تاریخ شورای مرکزی شمس بود، بر اساس گفته مولانا عبدالحمید که در مصاحبه‌ای که داشت واقع دیواشه اشاره می‌کنه که عملاً با دستگیری کاک احمد مفتیزاده شورای شمس غیر فعال شد و این آرزو در دل اهل سنت ایران بود. مولانا عبدالملک ملازاده تلاش‌هایی رو در این زمینه انجام داد، جنبش محمدی رو خواست شکل داد که بتونه اینو گسترده بکنه، اما شکل نگرفت. گروه‌های مذهبی اهل سنت شکل گرفتن، اما این گروه ها با اهداف حزبی خودشون یا اهداف خاصی که مد نظرشون بود. زمانی که مولانا عبدالملک ملازاده به خارج از ایران هجرت کرده بود و مولانا نظر محمد دیدگاه، چون یادم را یادآوری کنم که اولین کنگره کنفرانس اهل سنت شمس در منزل مولانا دیدگاه که نماینده مجلس بود در تهران برگزار شد و مجلس اعلای اهل سنت شکل گرفت در سالهای 72 تا 75 که مولانا عبدالملک به شهادت میرسه. 74 در این مجلس اعلای اهل سنت مولانا عبدالملک ملازاده هست، مولانا نظر محمد دیدگاه هست، برادر مولوی عبدالملک هست و تعداد دیگه از علمای اهل سنت که عملاً هم این نتونست اونطور که باید نقش حقوقی و سیاسی در جامعه اهل سنت ایران بازی بکنه. این ماجرا همچنان ادامه داشت و این خلأ در جامعه اهل سنت آشکار و واضح بود تا اینکه حدود چند سال پیش 7-8 سال پیش شاهد این بودیم جمعی از فعالان اهل سنت به دبیر کلی مولانا ابراهیم صفیزاده جبهه اهل سنت ایران رو تشکیل دادن و با شهادت مولانا صفیزاده فعالیت‌های جبهه اهل سنت کمی کمرنگ شد. اما به لطف خدا امروز شاهد این هستیم که بر بستر میشه گفت خاکستر این گروه هایی که همه هدفشون رسیدن به یک هدف، اون هم حقوق و آزادی اهل سنت ایران هست، مثل سایر شهروندان شورای ملی اهل سنت ایران که شمسا باشه شکل گرفت. ممنون آقای احراری. باز خواهیم گشت جناب